امین رحمان عزیز، سلام و صبحت بخیر. بسیار زود خوش آمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. صبح خودتان بخیر. امین رحمان هستم، دانش آموز صنف 8 الف. بسیار خوشحال هستم که کنار شما شیرزاد جان عزیز، شیرزاد جان عزیز در برنامه با شما هستم. اظهار سپاس امین رحمان جان عزیز که آمدی در برنامه. صبح امروزی رو چقدر پر انرژی آغاز کردی؟ آنقدر پر انرژی احساس شروع کردیم که هیچ پرسان نکن. ماشاءالله. برای اینکه یک شخص مفید برای جامعه باشد باید هدفمند باشد. حالا این هدف چی هست؟ هدف یعنی مشخص کردن مقصدی که ما در آینده می خواهیم به آن برسیم و برنامه ریزی می کنیم برای رسیدن به آن. و در واقع هدف مانند چراغی است که مسیر زندگی انسانها را روشن می سازد. هدف گذاری را ما در دوران جوانی چرا باید داشته باشیم؟ یا چرا ارزشمند هست که در دوران نوجوانی باید هدف گذاری بکنیم؟ در دوران نوجوانی هدف گذاری وقتی صورت می گیرد که نوجوانان در آن وقت رشد شخصیت آرزوهای آنها شکل می گیرد و در آن وقت هدف خود را انتخاب باید بکنند که تا تصمیم های درستی در زندگی خود بتوانند بگیرند. با فرض میگیریم یک نوجوانی هست که وارد دوران نوجوانی شده اما هدف گذاری نکرده است. یک نوجوانی که هدف گذاری نکرده باشد یا بی هدف باشد، چقدر مشکلات فرارای زندگیش خواهد بود یا چقدر با مشکلات روبرو خواهد شد؟ با مشکلاتی روبرو می شود که دیگر نمیتواند زندگی خود را پیش ببرد. یعنی که در تصمیم گیری های زندگی دچار سردرگمی می شوند و بسیار عالی. یعنی سردرگم می شود، مسیر خود را یافته نمیتواند. بله. گاه این نوجوانان به تجربه می باشد. خانواده در راستای هدف گذاری چه کمکی با نوجوانان کرده می تواند؟ خانواده با تشویق ایجاد فضای مناسب برای یادگیری به دانش آموزان کمک می کند که تا بتوانند زندگی خود را به زندگی خود تصمیم های درستی بگیرد. وقتی که یک دانش آموز وارد مکتب می شود، بدون شک ما و شما اساتید گرانقدر را والدین معنوی خود می دانیم. بله. آیا اساتید هم کمک کرده می تواند که یک دانش آموز بتواند دقیق‌تر، عالی‌تر با توجه به استعداد و خواسته هایش هدف گذاری بکند؟ یا اگر ساده تر بپرسم، استادان چه نقشی در هدف گذاری دانش آموزان یا نوجوانان دارد؟ قسمی که خودتان گفتین، استادان مرد و زن مثل پدر و مادر معنوی انسان ها می توانند باشند و اساتید ای را کمک می کنند که ما بتوانیم از آنها یک الگو برداری کنیم و استادان ای را مطرح می سازند که با انتقال دانششان توانایی های ما را بتوانند انکشاف بدن. تنها برای موفقیت هدف گذاری کافی هست یا کار دیگری هم باید انجام داد؟ خیر، در پالوش باید تمام افکاری که ما به خود انتخاب کردیم باید آنها را پیش قدم بسازیم. مثلا درس بخونیم، همیشه پشت درس باشیم و همیشه باید نمازهای خود را ترک نکنیم. بسیار عالی است. گاهی در مسیر هدف ما میافتیم، زمین میخوریم، شکست میخوریم. با وجود چندین بار شکست خوردن، آیا از هدف خود دور شویم یا مقتدرانه ادامه بدیم تا که به هدف نرسیدیم؟ ادامه بدیم، بلکه که شکست پایان راه نیست، بلکه هر شکست یک درس برای ما می باشه و هر شکست ما را می تواند که بیشتر آگاه بسازد و ما باید از شکست از اون ترس هایی که داریم از آنها درس بگیریم و دوباره تلاش کنیم. بسیار عالی است. در این روزها نوجوانان معمولا با موبایل های خود مصروف شبکه های اجتماعی می باشد. گاهی در هدف گذاری شبکه های اجتماعی می تواند تاثیرگذار باشد یا خیر؟ گاهی می تواند باشد که استفاده درست از اون صورت بگیرد. اگر استفاده درست صورت نگیرد می تواند که انسان را از مسیر زندگیش در مسیر زندگی سوشال میدیا یا شبکه های اجتماعی و زندگی کرده میتونن. مثلا هر چیزی که گوشه میبینن او رو در زندگی خود پیاده میکنن، خوب استفاده نمیشه و ما باید از سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی برای درس خواندن و آگاهی استفاده کنیم. استفاده پیش از حد از او باعث کم کردن تمرکز و وقت انسان می شود.
هدف خودت برای آینده خودت آیا تعیین کردی؟ آیا قرار است بر ما بگویی یا خیر؟ بله، هدف من این است که در آینده فرد دانشمند یا مسئولیت پذیر باشم بسیار. و بتوانم به خود و به جامعه خود خدمت کنم. من حیث که انجینیر خواد بودی، دکتر خواد بودی، یک آموزگار توانا خواد بودی، در کدام بخش؟ من حیث یک دکتر میخواهم که به تمام مردم افغانستان کمک کنم. والدین چقدر تشویق میکند که امین الرحمن جان عزیز باید یک طبیب بسیار توانا باشد تا درمانی برای دردهای هموطنان عزیز خود گردد. تشکر میکنم از والدین گرامیم که همیشه در پشت ما ایستادن و گفتن هر چیزی که تو میخواهی ما این فراهم میکنیم و تو بتوانی که یک فردی شوی در آینده به خود و کشورت و به مردم کشورت خدمت کنی. تفاوت بین اهداف وجود دارد؟ آیا هدف خوب و بد وجود دارد یا خیر؟ بله، هدف خوب این است که ما بخواهیم در آینده به جای برسیم که او همیشه بتوانیم توسط از او ما زندگی خود را به پیش ببریم و به خوبی سپریش کنیم. و هدف بعدی است که وقتی ما هدف بعدی داشته باشیم و نمیتوانیم برسیم. جهان سپاس از این که آمدی در برنامه، جزء برنامه ما بودی. اگر حرف و پیامی برای همسن و سالان خود داری بفرمایید. کمره های رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی در خدمت شما هست عزیز. پیام ای است که تمام مردم افغانستان نوجوانان با علم، اخلاق و پشتکاری باشند و تشکر میکنم از خودتان شیرزاد صاحب. بسیار سپاس، ممنونتان که آمدین، دعوت ما رو پذیرفتین. دوستان عزیز، هموطنان گرانقدر، برای اینکه با یک دلیل برای شما عزیزان باشد که هدف گذاری چقدر میتواند مفید باشد، این دستاورد های امین الرحمن عزیز است که در دستان من قرار دارد. اگر من برام به دنبال تک تک این تقدیرنامه ها و این تحسین نامه هایی که در میان این لفاف ها قرار گرفته است، واقعا مدت زمان خیلی زیادی خواهد گرفت. اما ما میخوایم که برای شما عزیزان فقط این گونه نشان دهیم. این نتیجه یک دانش آموز هدفمند هست، هدف گذاری کرده است، برای آینده روشن و برای خدمت به افغانستان تلاش میکند. اگر شما همچو اهداف را در زندگی خود تعیین بکنید و تلاش بکنید که به سوی اهدافتان مقتدرانه حرکت بکنید، بدون شک شما هم با موفقیت میرسید و این جزء از موفقیت هست و اثبات برای موفقیت هست. پس از همین حالا اگر خانواده، اگر اساتید بسیار توانایی مکاتب و اگر دانش آموزان عزیز صدای ما را میشنود، دانش آموزان باید هدفمند باشد، خانواده در راستای هدف گذاری باید کمک بکند و اساتید گرانقدر نیز در پالشدهی این اهداف دانش آموز را همراهی بکند، چون دانش آموزان آینده یک کشور هستند و افراد بی هدف نمیتواند برای آینده یک کشور، یک اجتماع و یک امت کار درست را انجام دهد. امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دو ویژگی بسیار خاص دارد، هم هدفمند هستند و هم رسالتمند هستند. هدف زندگی ما شما رضایت پروردگار و عبادت هست، اما این که در کدام عرصه برای دیگران خدمت بکنیم تا کسب رضایت الله سبحانه و تعالی بکنیم، این اهداف دنیوی شماست که انتخاب بکنید. اخلاص داشته باشید و همچنان تلاش بکنید که در کنار هدفمندیتان رسالتتان را نیز فراموش نکنید که بعد از نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیگر نبی مبعوث نمی شود. همین نوجوانان توانا و رشید باید هم در مسلک خود به رشد و ترقی و تعالی برسد و هم بتواند که خود را ملبس به علوم اسلامی سازد تا وظیفه ایمانی خود را که رساندن دین الله سبحانه و تعالی بر همه افراد جهان هست ادا بکند.